مراجعت به صاحبان وظیفه‌های نقلیات. به دقت صاحبان نقلیات رسانیده می‌شود که بی‌ضروریت از نقلیات شخصی استفاده ننمایید. از گشت و گذار بیهوده با نقلیات شخصی خودداری کنید. اکنون با ضروریت برآمدن از نکات‌های استفاده نموده وظیفه‌های نقلیات را در جایهای مقرری موقتا توقف نمایید تا که برای بی‌ضررگردانی کوچه و محله‌ها مانع ایجاد نشود. در خاطر داشته باشید که حفظ سلامتی جامعه از ما و شما وابستگی دارد. دقت از جریان عزیز، احترامانه از شما خواهش می‌نمایم که خود و نزدیکانتان را از بیماری سرایتی کرونا ویروس احتیاط نمایید. در خانه نشسته بی‌ضرورت به کوچه نبرآیید. هنگامی به کوچه برآمدن حتما از نقاب‌های طبی استفاده نموده بی ملاقات و واخوری با دست سلام نکنید. فاصله معین کرده طبیبان را رعایت نمایید. نقاب‌های طبی و دستکش‌های استفاده شده را در جایهای جمعیتی و کوچه‌ها نفرمایید. به تهلکه افتاده در صورت پیدا گردیدن نشانه‌های بیماری و طبیبان مولوی تماس گیرید. در خاطر داشته باشید که سلامتی هر یک شخص در دست خود اوست. سلامت و سربلند باشید از شهریار عزیز.